روبرتو باجو. همه با شنیدن این اسم یاد خراب کردن پنالتی روبرتو جلو برزیل تو فینال جام جهانی میافتیم. اگه فکر میکنید بدشانسی روبرتو به همین جا ختم میشه، ادامه ویدیو رو ببینید. روبرتو باجو سال 1985 دچار پارگی رباط صلیبی و مینیسک زانو شد. اون باید 6 تا عمل روی پاش انجام میداد، 4 تا روی پای راست و 2 تا روی پای چپ. اما بدشانسی باجو فقط به اینجا ختم نمیشه. سختی کار باجو این بود که بدن اون به تمام آنتی بیوتیکا حساسیت داشت و عملهای اون باید بدون هیچ گونه مواد بی‌حس کننده ای انجام میشد. سخت‌ترین قسمت‌های عمل از زبان خودش بریدن کاسه زانو با مته و سوراخ کردن استخوانش برای وصل کردن رباط پا بود. اونم در حالی که باجو همه چیزو حس می‌کرد. طی اون 6 تا عمل 220 تا بخیه داخلی روی زانوهاش زده شد. درسته ما نسلی بودیم که بازی باجو رو ندیدیم، ولی کسی که از بین این همه سختی بیرون بیاد و چنین بازیکن بزرگی بشه قطعاً شایسته احترام. باجو برای ما نماینده کسی که تا آخرین لحظه جنگید و به معنای واقعی ایستاده مرد.